اشکال در چرخهای جلو در فرود دچار مشکل شده. تمام تلاش خلبانان برای برطرف کردن این اشکال تا این ساعت با مشکل مواجه شده. اگه وضعیت هواپیما به همین منوال ادامه پیدا کنه، میبینی باید برم کمک و مرگ مسافران این پرواز کجا رم؟ خلبان آکا 101 منتظر دستور هستم. آکا 101 ما باند 2 تا 7 برای فرود اضطراری شما خالی کردیم. شما اونجا فرود بیایید. موفق باشید. قربان، بدون چرخ جلو فرود خطرناکه. مطمئنا تعادل دوبال به هم میخوره قربان. هیچ چاره دیگه ای نداریم. سوختم نداریم. بهتر شانسمون امتحان کنیم. لطفاً کمربنداتون رو ببندین، دستتون رو پشت سرتون بذارین و خم بشین. شید مثل که اوضاع افتاده. ماما، ما زنده میمونیم؟ خدایا کمکمون کن، خواهش میکنم. در هندوستان یا چین؟ جمعیت چین از هندوستان بیشتره.
ولی مردم هندوستان مردم با ایمانی هستند و همین موضوع به نفع ما نیست. بد نیست ببینیم این ایمان چقدر میتونه روی اونا اثر بگذاره. نجاتشون میده یا نه؟ بستنی نخوره. تو بستنی منم خوردی. مگه تو بستنی برای من نخریده بودی ها؟ من خودم بستنی داشتم ولی نمیدونم چرا نیست. زود باش برو یه بستنی دیگه برام بخر. باشه. کریپال چی شده؟ بابا اوضاع خیلی خرابه. دارم سعی میکنم عصبانی نشم برای اینکه همین الان متهم به بستنی دزدی شدم. آقا میشه 2 تا بستنی دیگه بهمون بدین؟ حتما. خب چه بستنی میخوایی؟ نون خالی بستنی بهمون میدی؟ آره؟ آقا بستنی توش گذاشته. برای چی خالیه؟ خودتون ببینین بستنی توش میذاره. ببینم. 2 تا بستنی شکلاتی. آقا خودتون که دیدین توش بستنی بود. بله بستنی رو دیدم ولی فعلا که خالیه. مامان بستنیم کو؟ همین الان برات خریدم. بستنیم قیبش زد. بستنیم چی شده؟ ماما بستنیم کجا رفت؟ یه بستنی بدیم. بله آقا. چی شده؟ الان برمیگردم. و شما؟ آره چطوره کال؟ من دارم با پدرم صحبت میکنم. فقط یک شروعه. خونهای فراوانی جاری خواهد شد. داره کار کایا ازت ممنونم. به خاطر تو روحیت مهرا پیش منه. هر جا که هستی همین حالا بیا اینجا، همون جایی که تو رو ساختم.